سلام، با فشرده خبرهای این ساعت ما خوش آمدید. رئیس جمهور کرزی و نیکولو سارکوزی رئیس جمهور فرانسه خواهان واگذاری کامل مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تا پایان سال 2013 میلادی شدند. رئیس جمهور فرانسه میگوید دست کم 4000 سرباز این کشور افغانستان را یک سال پیش از زمان تعیین شده، یعنی تا پایان سال 2013 میلادی ترک خواهند کرد. پیش از این افغانستان و جامعه جهانی پایان سال 2014 میلادی را آخرین زمان برای واگذاری مسئولیت‌های امنیتی تعیین کرده بودند. رئیس جمهور کرزی در دیدار از فرانسه از کشته شدن سربازان فرانسوی ابراز تأسف کرد. در همین حال نیکولو سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در دیدار با رئیس جمهور کرزی تاکید کرد که 3600 سرباز فرانسه افغانستان را یک سال زودتر از زمان تعیین شده، یعنی تا پایان سال 2013 میلادی ترک خواهند کرد. واگذاری مسئولیت‌های امنیتی و نیروهای افغانستان به ما اجازه می‌دهد که تمام سربازان خود را از افغانستان تا پایان سال 2013 میلادی بیرون کنیم و بر اساس موافقت با رئیس جمهور کرزی دست کم 1000 سرباز فرانسه در سال روانی میلادی افغانستان را ترک خواهند کرد. مسئله واگذاری زودهنگام مسئولیت‌های امنیتی در نشست وزیران دفاع ناتو که در هفته آینده در بروکسل برگزار می شود مورد بحث قرار خواهد گرفت. همزمان با این رئیس جمهور کرزی از واگذاری زودهنگام مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای داخلی کشور حمایت کرده است. با واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغانستان همکنون امنیت 50% نفوس افغانستان به وسیله نیروهای کشور تامین شده است و ما امیدواریم که این روند تا پایان سال 2013 عملی شود، در حالی که پیش از این پایان سال 2014 میلادی برای گرفتن کل مسئولیت‌های امنیتی تعیین شده بود. با باور آگاهان حکومت افغانستان در پایین تصمیم باید در هماهنگی با جامعه جهانی روند آموزش و تجهیز ارتش ملی را شتاب بخشد. در غیر آن بیرون شدن زودهنگام نیروهای خارجی پیامدهای ناگواری را به همراه خواهد داشت. آمریکایی‌ها هم بسیار راضی نخواد باشند با برآمدن فرانسوی‌ها. خب امیدواری ما این است که افغان‌ها بتوانند خودشان سر پای خود ایستاد شوند و این مشکل خود ما حل کنیم. تصمیم بیرون کردن سربازان فرانسوی از افغانستان پس از گلوله‌باری یک سرباز ارتش ملی به سربازان آن کشور صورت گرفته است. مسئولیت این رویداد را طالبان بر دوش گرفته‌اند، اما فرانسه خواهان پاکسازی افراد نفوذی طالبان از ارتش ملی افغانستان میباشد. پاکسازی ارتش افغانستان از افراد نفوذی یک امر جدی است. حضور طالبان در ارتش سبب کشته شدن اسوار سربازان ما شد. این گونه رویدادها با نفوذ طالبان در ارتش از مدت‌ها پیش انتظار می رفت. ما باید از این رویداد بیاموزیم. همزمان با این آموزگاران فرانسه مأموریت آموزشی سربازان ارتش ملی را پس از یک هفته تعلیق سر می‌گیرد. از سوی هم فرانسه با امضای پیمان راهبردی همکاری‌های دراز مدت گفته است که پس از سال 2014 میلادی به همکاری‌هایش در افغانستان ادامه می‌دهد. در آینده نزدیک هیئت دولتی قطر به افغانستان سفر می‌کند. شورای عالی صلح می‌گوید که هدف از سفر این هیئت گفتگو با مقام‌های دولت افغانستان در پیوند به گشایش دفتر سیاسی طالبان در قطر میباشد. پیش از این گروه از نمایندگان طالبان وارد قطر شدند و احتمال می‌رود این نمایندگان به کابل نیز بیایند. استفاده از بمب‌های دستساز در افغانستان در سال 2011 میلادی 9% افزایش داشته است. بر بنیاد یک گزارش تازه در سال گذشته میلادی بیش از 16000 ماین دستساز در افغانستان از سوی شورشیان طالب و دیگر گروه‌های هراس افغان به کار گرفته شده است. پاکستان منبع تولید 80% امونیم نایتریت دانسته شده که از آن در ساخت بمب‌های کنار جاده‌ای در افغانستان استفاده می‌شود. در ششمین دور انتخابات معاونت دوم مجلس نمایندگان هیچ یک از نامزدان به دلیل استعمال رأی سفید و باطل نتوانستند آرای لازم را به دست آورند و انتخابات این کرسی تا 15 روز دیگر به تعویق افتاد. از سوی دیگر وزارت مالیات تا یک هفته دیگر بودجه سال آینده خورشیدی را جهت تصویب به پارلمان می‌فرستد. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه میگوید که بیش از 241 میلیارد افغانی بودجه نوماهه سال 1391 خورشیدی تا یک هفته دیگر بر شورای ملی فرستاده می شود. ایجاد محدودیت‌ها بر دسترسی خبرنگاران به اطلاعات از سوی حکومت اخیراً افزایش یافته است. شمار از خبرنگاران میگویند که آنها برای دریافت اطلاعات با مقام‌های حکومتی به تماس میشوند، اما آنها اطلاعات را در اختیار آنان قرار نمیدهد و این کار خبرنگاران را با مشکلات جدی روبرو کرده است.
یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان میگوید که کشورش اهمیت روابط با آمریکا را میداند و در تلاش بهبود روابط با آمریکا است. به گفته آقای گیلانی، پاکستان برای همکاری با آمریکا قیمت گزاف پرداخته و باید جهان این را درک کند. صنعتکاران افغانستان پس از سال 2014 نسبت به آینده صنعت افغانستان نگران هستند. اتحادیه سرتاسری صنعتکاران افغانستان نبود سیاست‌های حمایوی دولت و نبود سهولت‌های سرمایه‌گذاری را از موانع اصلی رشد صنایع در افغانستان می‌داند. افزایش سگ‌های ولگرد در شهر کابل مردم را به شدت نگران کرده است. وزارت صحت میگوید روزانه 40 تا 50 رویداد سگ گزیدگی جهت درمان بر ریاست تطبیق واکسین‌های سگ دیوانه مراجعه می‌کنند. از سوی دیگر شهرداری کابل نیز میگوید که برنامه‌ای را برای نابود کردن سگ‌های ولگرد راه اندازی می‌کند. و رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی جهت بررسی برنامه هسته‌ای ایران هیئت عالی رتبه به این کشور فرستاده است. یوکیو آمانو خواهان همکاری سازنده مقام‌های ایرانی با بازرسان تسلیحات آژانس شده است. از سوی دیگر بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد از احتمال دستیابی ایران به جنگ افزارهای هسته‌ای نگران است. از توجه همراهیتان به خبرهای این ساعت تشکر. خداوند نگهدارتان.